مرد که داخل خاندان که شد، زن همه کارش ترک کرده، اولا به پیشواز شوهرش بیاید. چنانچه حضرت فاطمه زهرا دختر رسول الله عبرت برای همه زنهای دنیا تا قیامت هست که علی رضی الله تعالی عنه داخل خاندان که میشد همه کارش ترک میکرد، اولا دستاش میشوش، آمده علی را به آغوش خود میگرفت، به سینه‌های خود میجقیدش، میگفت جان من فدای اتباع. تربیه دختر پیغمبر را ببین، همه کارش ترک میکرد. امروز نشستگی باشه پیش شوهرش حتی نمیخیزد، پروا هم نداره، گویا که یک غلام از در آمد، یک خدمتگار بدو آرد نیست، روغن نیست، چکان بدو بوی تسس نی. زنهای صحابه چی بود؟ زنهای صحابه شوهراشون وقتی که گسل میکردن به در دروازه می آمدن، بعد میگفتن ایاک و کسب الحرام، میگفت ای شوهر جان پرهیز بکن از کسب حرام، هر چیزی که نفقه که به خاندان میاری از حرام او را کسبش نکن، یعنی دزدی نکن، دروغ نگو، یگان چیزی حرام عرق نفروش، بنگ گیرهی نفروش، از پولی و به ما را آرد لباس یگان خوردنی نیار. زنهای صحابه تاکید میکردن شد ایاک و کسب الحرام، پرهیز کن شوهر جان مال حرام به خاندان نیار. زنها میگفتن فإنا نصبر علی الجوع و الزور، او زن میگفت ما صبر میکنیم بر گرسنگی، بر تشنگی، بر قحطی، بر مشقت صبر میکنیم، ولا نصبر علی النار جهنم، بر آتش دوزخ ما صبر کرده نمیتونیم. زنها میگفتن بر آتش دوزخ ما صبرش نداریم، بر گشنگی و تشنگی صبر میکنیم. امروزه عجب نیست یگان فویزش باشه حتی باورم نمیاد، قریب 100% اون مرد از حرام کسب میکنه، از حلال کسب میکنه، یگان زن رو نمیپرسه، هر چی قدر بیارش اون میگه بس کفایه، بیا طاعت عبادت خدا را بکنیم، نماز تهجد بخونیم، نمیگه هر چی از حرام حلال کسبش کنه او پروایی نداره. او زنهای صحابه میگفتن که طاقت آتش دوزخ نداریم، از کسب حرام پرهیز میکنیم.